مای موویز با افتخار تقدیم می کند. نزنیدش! از جات پاشو زندانی. فرمانده میخواد ببیندت. ممنونم. سرباز، من سرهنگ کاور زمینم ژنرال کریونه. میدونم قبلا برده بودی، آدمای گردان منم همینطور. ولی بیشتر آدمای گردان تو از کوههای بوستون فرار نکرد. بیشتر آدمای گردان من مردن. چیزی از قلعه دیفاینس میدونی؟ تنها چیزی که شنیدم مرکز تامین زغال و کوارتز کنفدراسیونه، نزدیک کوه استوکر توی مرز سرزمین سرخپوستا. اونجا توپ داره. غولای 20 اینچی که درست به سمت ما نشانه رفتن با برد جهنمی. میخوایم تو یه گروه هدایت کنی بره داخل قلعه، توپ‌ها و همه چیزو نابود کنه قبل از اینکه ما برسیم به قلعه گیبسون. چرا من؟ چون منطقه رو میشناسی. اون معدن کوارتزی که ازش فرار کردی فقط 6 مایل اونورتره. ببخشید قربان، غیر ممکنه بتونیم از اون قلعه جون سالم به در ببریم. چیزی که تو دستم عفنامه است از طرف رئیس جمهور لینکلن که همه اتهامات تو میبخشه. اگه مأموریت تو تموم کنی، تو و آدمات اون 40 جریب زمینتون رو پس میگیرین، همونطور که به همه برده های آزاد شده قول دادن. من اینو باور نمی کنم. و توی این دستم چیزیه که خودم امضاش کردم، اینکه تو و گروهت اعدام میشین به جرم زدن یه افسر و ترسیدن جلوی دشمن و فرار کردن. ربطی به آدمای من نداره، خودت هم میدونی. باید بگی قربان، من شما سیاهای کثیفو از بلندترین درخت آویزون میکنم تا بپوسین. به خدا قسم که این کارو میکنم. میتونی از اینجا بری بیرون با قول آزادی و یه شانس برای کار کردن تو زمین خودت، یا اینکه تو و آدمات برین زیر خاک 6 فوت زیر زمین. انتخاب با خودته. خوب، حالا که همه چی رو حساب کردین دیگه خودم داوطلب میشم. قربان، میدونی اگه تو یا یکی از بچه‌هات بخواین در برین، دنبالتون میگردیم و میکشیمتون.
چی داریم اسکیپ؟ باید یه جای حوالی اینجا باشه. منظور چه یه جای حوالی اینجا؟ اگه گم شدیم بگو گم شدیم. دقیقا نمیدونی کجاییم؟ ممکنه تو شای 5 مایلی هر جایی باشیم. حواست به لحنت باشه واشنگتن. ممکنه ما رو ببره پیش شورشی یا چرا حواس خودت نیست ایب؟ حواست به حرفات باشه پسر. گوره بابا این درجه ها. هی به تو ربطی نداره. آقا بکش داداش بهت هشدار میدم. انگشت تو از جلوی صورتم بردار. گفتم بکش چقدر لعنتی. چی کار میخوای بکنی؟ ای گروپان تمومش کن. روپان بذار بزنمش. کافی آروم باش. حالا یاد این درجه افتادی؟ شما قرار بود آزاد بشین ولی هنوز تو ذهنتون برده این. گوره بابای این مأموریت لعنتی. هی میترسی؟ 6 تا سیاه تو قلمرو کنفدراسیون. معلومه که میترسم. اگه نمیترسیدی احمق بودی. چرا ما رو فرستادن به این مأموریت؟ چون آقا گفته. درست میگه. در مورد اون قلعه شنیدم. آدما رو انقدر عذاب میدن تا بمیرن. میگن هیچکی تا حالا از اونجا زنده در نیومده. خیلی جای سختیه. شیطانم جرئت نمیکنه بره اونجا. حالا فهمیدی چرا این مأموریت لعنتی به ما افتاده؟ بیاین از این طرف. و حضرت عیسی گریست. لعنتی. حتی سگا رو هم کشتن. کار بچه های خودمون بود؟ اونا بچه‌های ما نیستن. این یانکی ها اینجا تو جنوب چی کار میکنن؟ این همه راه اومدن؟ عیب بیارش این ور. اینجا چه خبره؟ اومدن خواستن همه چی رو بدزدن. غذامونو نقره هامونو بردن. خانم لوسی رو کتک زدن. بهش تجاوز کردن. اونم سعی کرد مقاومت کنه. آقا یاناکم اومد که نجاتش بده. با چنگالون حرومزاده رو کشت. یه زنده اینجاست. لعنتی. سرخپوست. اسمت چیه؟ ازش چیزی در نمیاد. اسمت چیه؟ تسولا. این سربازا چشونه؟ آدمای بد اومدن. اونا کنه و صاحباش رو کشتن. ترسیدم که پیدام کنن واسه همین تو انباری بودم. اونا کناست؟ ما اومده بودیم جنس بگیریم. ترسیدن. ترسیدن؟ از چی؟ از کنفدراسیونی ها؟ یه چیزی تو اون جنگل. طلسم بد. صبر کن. منظورت از طلسم بد چیه؟ تو اون جنگل شب و طلسم بد میاد. خرافات مسخره. منظور تا شبا طلسم بد میاد چیه؟ شیطون میاد و میبرتت. نمیدونم اسکیپ. اینجا خبری نیست. باید راه بیفتیم. اینا چی؟ اینا چی؟ نمیتونیم همجوری ولشون کنیم. ببریمشون با خودمون؟ دیوونه شدی؟ مثل احمقا رفتار نکنه ایب. تو بیا اینجا. اون طرف سرزمین سرخپوستاست. مسیر رو برو پایین. میرسی به قلمرو به چروکی ها. اگه اونا پیداش کنن؟ به ما ربطی نداره استیونز. حالا وسایلتو بردار و بیا تو صف. کارت درست اسکی؟ برام مهم نیست. ما یه مأموریت داریم. حالا همتون وسایلتون رو بردارین و راه بیفتین. خواهش میکنم ما رو ول نکنین.
گوش کن. دوست داشتم کمکتون کنم. واقعا دوست داشتم. ولی نمیتونم. ببخشید. مسیر رو برو پایین. اون طرف. حالتون خوب میشه. راه بیفتین. ببین دختر جوون، دوست دارم اینو بهت بدم برای شانس خوب. میدونم شما سرخپوستا خدای خودتونو دارین، ولی خدای واقعی همون عیسی مسیح نجات دهنده است. اون هوا تو داره. شبا تو خونه بمونین و آتیش روشن کنین. مواظب بالای درختا باشین. You check them trees for snakes? The only snake I gotta worry about's the one in my hand, brother Hap. چرا اینقدر صبح زود اومدیم بیرون آخه؟ It's recon, buddy. It's recon. Cause the boss man say so. So the boss man wants, the boss man is gonna get. کارتون رو کردین؟ ای رئیس، یا این کیا رو؟ آره. دور بزن به چپ. College in uniform. What the hell is next? یه سیاه با تفنگ روی سرت لعنتی. دیگه چی میخوای؟ بقیه افرادت کجا؟ چرت نگو. داداش بذار کردنهای سفید لعنتی و مثل مرغ بشکافم. ببریمش پیش اسکیپ. باشه آروم. اسکیپ راست میگفت. یه دونه دیگه اون بالا پیدا کردی. بشونشون ور. ببینیم چی ازش در میاد. چرا؟ مگه چی میدونه؟ نقشه ها واشنگتن. حالا شنیدی؟ فکر کردم مأموریت داریم واشنگتن. یونیفرم تنشه. از چیزی که فکر میکنم احمق‌تری و خیلی احمق‌تر از چیزی هستی که فکر میکنم. فکر کردی اونا با ما مثل اسیرای جنگی رفتار میکنن؟ خدا نمیخواد که ما مثل اونا باشیم. پسر اونا واسه تفریح از گردن آویزونت میکنن. ای بچه‌ها، شوخی تموم شد. تفنگا رو بندازیم پایین. آروم آروم لعنتی. آروم. ببخشید قربان، آدم چطور یه چیزی رو آروم بندازه؟ اینجوری کس دیگه زبونه درازی داره؟ از کدوم قسمتین پسر جون؟ انگ یکم رنگین پوستان کانزاس قربان. ارتش مرزی. فراری هستین؟ درسته. هیچ کس ازت چیزی نپرسیده لعنتی. خب ببینمت. تو یه غول واقعی نه؟ یه چیزی بهم بگو. از کجا فرار کردی پسر؟ سویت تری لویزیانا. سویت تری لویزیانا. این خیلی راهه برای آدمی مثل تو. چطور تونستی بیا این ور؟ راحت. هر قدمی که برمی داشتم میدونستم این قدم به کشتن شما سفیدای لعنتی نزدیکتر شدم. به خدا آره تو خیلی زبون درازی. دارم. حتما خیلی بیشترشم داری. مشکل اینجاست که ما زبون درازی دوست نداریم. آره نداریم. برده‌هایی مثل تو باید آویزون بشن. من خودم جلادم. کارم همینه.
و الان میخوام تو رو آویزون کنم. نکن نخور، همونجا واسه. یالا بالا، برو بالا، بالاتر. دیگه اونقدر زبون دراز نیستی نه پسر. فقط به دوستت نگاه کن. کی میخواد نفر بعدی باشه ها؟ تو؟ چطور بود لعنتی؟ بلاند باراباس عیبم بذار ببینم. عیب سالمم، مشکلی نیست، میتونم. وسایلشون رو جمع کن، بذار تو کولت. ای اسکیپ، چرا وقتی فرصت داشتی اون بالا نکشیش؟ وقتی شانسشو داشتی؟ من فقط ببین میفهمم اسکیپ. بهت گفتم خودت حمله کن. ای تو کجا غیبت زد؟ داشتم جونتون رو نجات میدادم. چه جوریه که هستت؟ همیشه درست میگه. من همیشه درست میگم. بریم. خب حالا که بلانت و استیونز رفتن 4 نفر موندیم برای کار 6 نفره. خب به ترتیب اول توپا رو بستن و منفجر کردن. از دیوار بیرونی اینجا بالا میری، از اون طرف مستقیم میری بالا. وقتی که به پشت بوم رسیدی اونجا دینامیت میذاری. فیتیلرم بنداز پایین پیش ما. بدون بلانت باید تنهایی بری. جا میشی شماره 2. خب سیم تلگراف رو قطعش کن که نتونن کمک بخوان و ارتشو بگن. ولی کار استیونز بود. حالا کار توه. تو چه کار میکنی؟ کار تو رو انجام میدم. 3 پایه ها و خروجی ها رو ببند. مطمئن شو هیچ کس زنده بیرون نیاد. هر دومون از انبار زغال اینجا میریم داخل. فقط حالا تو میری و سیمو قطع میکنی. گرفتم. من چی؟ 4 دور قلعه بمون و مواد منفجره رو بذار. هر وقت خواستی بفرستشون هوا. چه داخل باشیم چه بیرون.
اون توپای داخل ساختمونا هر کدوم 2 نفر نیاز داره. خب هر دوشون مردن عیب. تنگه ولی هنوز میتونیم انجامش بدیم تا وقتی که این اینجا چی کار میکنه؟ منو ببخشین، دنبالتون اومدم. کی اجازه داد بیای؟ داریم میریم داخل این جنگل به یه قلعه کنفدراسیون. تا کارمون تموم نشه از اونجا در نمیای. حرفتو شنیدم، اما بازم ترجیح میدم پیش شما باشم تا کس دیگه. فکر کنم گرسنته. سیب خیلی خوبه میدونی، ولی خب هیچی جای تیکه گوشت خوبه نمیگیره، مگه نه؟ میدونی من خرگوش دوست دارم. من هیچ وقت حالا کسی با اسم باراباس ندیده بودم. از کتاب مقدسه. باراباس برده نبود؟ صبر کن، دوز بود، به جای عیسی بخشیده شد. شاید مادرم امید داشت من بخشیده بشم. فقط یادش رفته بود تو این دنیا رحمی وجود نداره، مخصوصا برای سیاها. یادم مثل تو چطور رفته تو ارتش؟ شانسی بود. تو چی؟ داوطلب شدم. نه، منظورم اینه داستان زندگی چیه؟ داستان من مثل هر برده دیگه ای، نه بهتر بود نه بدتر. لطفاً قربان، لطفاً، بچه داره. تو خفه. نه منو تنبیه کن. نه آقا لطفاً به بچه‌اش رحم کن. نه این برات خیلی بیشتر درد داره، درسته؟ و زنت متاسفانه دوام نیاورد. گوش کن، اگه به هم دروغ نگفته بودی که خون خرگوش تو رگات هست یا نه، شاید اصلا این اتفاق برات نمی افتاد. شاید هم چیز دیگه ای پیش می اومد. هی، اینا رو از کجا آوردی؟ از درختای اون برقا. درخت یهودا؟ میگن همون درختیه که یهودا خودشو بهش آویزون کرد. خونش همه گلای سفید صورتی کرد، یا حداقل اینجوری میگن. سوال اینه، یهودا تو آمریکا چی میکرد که خودشو آویزون کرد؟ ما بهش میگیم قنچه روز شرقی. میگن ارواح خبیث دور میکنه. شاید بهتره به کافی بدی. ما اعتقاد داریم برای هر بدی تو دنیا یه گیاه مقابلش هست.
فکر قشنگیه. بهش اعتقاد نداری؟ امیدوارم قوقومتون رو پر کرده باشین. ندارم. Hope y'all filled your canteens already. خدای واشنگتن. لعنتی. خدای بزرگ. آره گرگ صبحش رسیده. نه این کار گرگ نیست. گرگ هرگز اول نمیره سراغ گردنت. هیچ نشونی از گاز یا خراش نیست. اول لعنتی گلوشو پاره کرده. خب اگه گرگ بهت حمله کنه باهاش نمی جنگی؟ چی این بلا رو سرش آورده؟ نمیدونم. شاید گازش گرفتن و از پرتگاه افتاده. گرگا فرصت نکردن تمومش کنن. این یانکی این دور و برا چی کار میکنه؟ خودم هم نمیدونم. فکر کنم گرگ بوده. استراحت بسه. بیاین. بیا. حالت خوبه؟ خوب میشم. یالا پاشین تنبلا. اسکیپ فکر میکرد این دختر قرار ما رو نگه داره. آره قبل اینکه بفهمی نصفش بوزه. باشو پیرمرد بیا قبل اینکه اسکیپ دستمو بکنه. اون چراغا رو میبینی؟ مقصد ما همونه؟ میشناسیش؟ نه تو اون جنگل چیزای بدی هست. باز شروع شد. همه میدونن اون جنگل نفرین شده است. تلیسمش کردن. آدم نباید بره اونجا. ولی آدمای قلعه کامل اونجا ساختن. فکر کنم 3 ساعت دیگه راه داریم اگه مشکل دیگه ای پیش نیاد. عیب کجاست؟ عیب پشت سرم بود 5 دقیقه پیش از درخت کشیدمش پایین. عیب لعنتی کجاست؟ هی پیداش کنین. 50 متر به عقب برگردین. منم کمکت میکنم. گم نشی. بریم. عیب
راسمور کجایی؟ نمیدونم عیب اینجا بوده یا نه. عیب. هی چی پیدا کردی؟ تفنگشو پیدا کردم. و رد چکمه هام اینجا تموم میشن. منظورت از تموم میشن چیه؟ نمیدونم، نمیشه توضیح داد. انگار تو درخت قیبش زده. قیبش زده؟ آره. این کافی نیست گروهبان، همین الان پیداش کن. آروم باش آروم. آخ نه. آخ خدای من. چه اتفاقی افتاده؟ چیزی نیست. حالت خوب میشه، نگران نباش. لعنتی. کی این بلا رو سرش آورده؟ روز اولی که رفتم ارتش با هم بود. با هم تو فورت هاتسون سال 62 جنگیدیم و دوباره تو تولیپ اسپرینگز. اون یه پسر داشت. یکی دیگه هم مرده. الان 3 نفریم واسه کار 6 نفره. ادامه میدیم. توپا مهمترین بخشن و آدمای کافی داریم که منفجرشون کنیم. کیفش کجاست؟ اون لعنتی کجاست؟ قلب پرتابی توش بود اسکیپ. عالیه. واقعا عالیه. حالا چطور میخوایم بریم بالای پشت بود؟ بی خیال واشنگتن. کل این عملیات به فنا رفته. هنوز میتونیم انجامش بدیم. درندن کو. توپا، تلگراف، پایه ها، خروجی های ساختمونا. حتی که 2 برابر کنیم کمی. اون چی؟ شوخی میکنی؟ چرا که نمیتونه جای عیب باشه. ساعت خوندن بلدی؟ آره. دیدی؟ ساعت خوندن بلده، مثل استیونز، عیب یا هر کس دیگه. حق داره اسکیپ. دیوونه شدی. گوره بابای تو با این ماموریت. ای واشنگتن. میرم. تو جایی نمیری. آره آزادی خوبه ولی اگه مردی به درد نمیخوره. تو هیچ جا نمیری. لعنتی کوری. فکر کرده اون یانکی های دیگه اتفاقی بودن؟ ما تیم ب هستیم، اونا تیم ای بودن، قبلا مردن. تو جایی نمیری. اسکیپ. یه قدم دیگه به سمت جنگل برداری میکشمت. تفنگتو سمت من گرفتی. یه قدم دیگه برداری یه تیر تو مغز پوکت خالی میکنم. اسکیپ. هیچ کسی این مأموریت لعنتی رو ول نمیکنه. میشنوین؟ میخوایم به همه اون لعنتی‌ها نشون بدیم ژنرال کریونز، هاورز یا هر کس دیگه ای که ما نه تنها به خوبی هر آشغالی که تو این ارتش هستیم، بلکه از همشون بهتریم. ما از همشون بهتریم. حالا من همه زمینم رو میخوام و میگیرمش. ببینم واقعا میکشتی منو؟
از من نپرس. از بلانت بپرس. نفسی. چند تا اونته هستن. تو برجکا کسی نیست. این موقع شب منتظر کسی نیستن. صبر کن. یه گروه داره میره گشت. گشت؟ پیاده؟ آره دارن میرن. چرا الان رفتن گشت؟ خودم هم نمیدونم، ولی گاهن شانس بهترین نقش است. اون برجکا میرن به جایی که توپا هستن. تنها راه بالا رفتن بدون تنابه. برجا تو قلعه با شورشیا. متاسفانه آره. پله ها برای بالا رفتن بهترن. من و تسولا پایه ها و خروجی ها رو تله گذاری میکنیم. واشنگتن تو همون کار قبلی تو انجام بده. چته؟ هیچی، یه خوشگذرونی درستش میکنه. راه بیافتیم. این چه جای لعنتیه؟ داداش من واسه اینجا ثبت نام نکردم. صداتو بیار پایین. ببین من رو توش مخمسه انداختی. اون زنده است؟ فکر نکنم. آخ داداش حالم خوب نیست. خودتو جمع کن واشنگتن. اسکیپ، این جای قلعه معمولی نیست. نباید میمدیم اینجا. تو کی هستی لعنتی؟ اسمم ویلیامز. صدفاً جیمز ویلیامز، ارتش مرزی. هنگ یکم پیاده نظام کانزاس. این پایین چی کار میکنی قربان؟ مأموریت شناسایی. همه مردن، همشون. اون حیوانای لعنتی اونجا کشتنشون. من میشناسمت. تو گروه گاردنزی. اون چیه؟ گروه ویژه تاکتیکیه. شما خرابکار نیستین، قاتلین. قاتل؟ این پایین چی به سرتون اومد؟ ببخشید ولی واقعا اینجا
یه چیزی درست نیست. هیچی درست نیست. ما رو پایین رودخونه گرفتن و زنده نگه داشتن. برای چی؟ هیچ وقت ازمون بازجویی نکردن. فقط شکنجمون کردن. یه جورایی انگار براشون یه مراسم بود. مراسم؟ سر و تا آویزونت میکنن، با یه چاقو گردنت سوراخ میکنن. خیلی دقیق، اونقدر که نمیری، فقط خونتو خالی کنن. تو سطح جمع میکردن. دیدی؟ واشنگتن چه شده لعنتی؟ از روش بلند شو، بلند شو. مای موویز. چه اتفاقی براش افتاد؟ بیا. این دیگه چی بود اسکیپ؟ اون هوست رادیوه. هوست چیشی؟ هوست رادیو، ارواح خبیثی که شبها میان خونه تو میمکن. همون چیزی که اون دختره میگفت اسکیپ. ارواح خبیث، خرافات لعنتی تو برای خودت نگهدار. دندونای اون لعنتی رو دیدی؟ از خودش بزرگتر بود و اسکیپ چشماش. این کار درست نیست اسکیپ، باید بزنیم به چاک. شاید باد بوده. بیا اینو بخور. هی! خب جواب داد. خب اون حرفای ارواح خبیث رو دوباره برام بزن و هرچی میدونی بگو. هوسترادوها ارواح باستانی هستن که با سفید پوستا از اروپا آمدن 300 سال پیش. افسانه ها میگن وقتی کشتی‌ها به بندرهای شمالی و نیورلانز رسیدن فقط موشا زنده مونده بودن. میگن شکلای مختلفی میتونن بگیرن، شکلشون رو عوض کنن یا با نور بازی کنن، ولی حیوان روحیشون خفاشه. مثل خفاش شبا حرکت میکنن. خب حالا این خفاش چطور رفت تو واشنگتن؟ اونا باید با سمشون مثل یه مار مسمومت کنن. وقتی این کارو میکنن تو هرگز به دنیای ارواح نمیری، بلکه تا ابد بین بادها راه میری. انگار یه پشه لعنتیه. منظورت از بین باد رو رفتن چیه؟ یعنی اینجا گیر کردی، زنده مرده، خدا هم قبولت نداره. به زبان کریول بهش میگیم لوگارو. اسکیپ، فکر کنم مأموریت باید کنسل بشه. شاید یعنی نه. هیچی تو کاغذهای جنگیمون نیست که بگه باید با ارتش شیطون بجنگیم. ما هنوز مأموریت داریم. راست میگی، حقوقمون برای روح خبیث نیست، برای منفجر کردن توپاست. مطمئنی؟
یا این یه جور ترفند بود برای اینکه ما رو بیارن اینجا؟ و فکر میکنی اونا میدونستن که این چیزای دیوونه لعنتی اینجا؟ حالا چه اهمیتی داره کافی؟ من میتونم سیمای تلگراف رو قطع کنم اگه نشونم بدی کجا هستن. باشه. برای احتیاط همه یه چوب تیز کنین. اگه تعدادشون بیشتر از اون چیزی باشه که ما فکر میکنیم چی؟ اون وقت همشونو میکشیم. اول لعنتی. وای خدایا. اسکیپ. چطوری کوچولو؟ بذار بیام تو. لعنتی. پوست لعنتی تو میکنم، میپوشمه. آخ لعنتی.
اسکیپ. کجایی؟ همینجا موزی. این چیه؟ ها؟ آدم کشتن خیلی تشنم میکنه. آره تو مردی. این لعنتی دیگه چیه؟ خدای منم. اینجا میخوابن تو تابوت. این یکی 400 سال اینجاست. لونه‌شون رو پیدا کردیم. نه اینجا هم نیست. قبل از اینکه پیدامون کنن باید بریم. پیدامون کردن. میدونی اگه ما رو زنده بگیرن شکنجمون میکنن، خونمون رو میمکن. میدونم. نباید بذاریم این اتفاق بیفته. میدونم. سلام باراباس. دلتنگت بودم. اون یارو که فرستادی مرد مثل بقیه آدمات. نقشت نگرفت. باید بگم که خیلی بدشانسی. آره خب، برنامه وقتی میره زیر آب که با پشه های غول‌پیکر و خوناشام روبرو بشی. ناسفراتو رو ترجیح میدم. بهتر به نظر میاد. نه به نظرم پشه خوناشام بهتره. خوشت اومد مگه نه؟ تو همینجا بسه.
میخوای روشنش کنی؟ بهت گفتم که تو همینجا بسه. بزن همه رو بهتره کن، مشکلی نی. حتمت باش. حتما این کارو میکنم. وقتی یه کبریت دیگه ولی گیرم. قبل از اینکه روشنش کنی باید بدونی که زنت و پسرت هنوز زنده‌ان. جدی میگم. پسرم؟ نه داری بلوف میزنی. قسم میخورم. شایدم دارم. گم شو، داری بلوف میزنی. میدونی یه چیزایی هست که آدم براشون بلوف میزنه، ولی اینا یکی نیست. بهش گوش نکن. اون مرده 6 سال پیش خودت کشتیش. اگه راست میگی باید اونو روشن کنی تا همه بترک. داره دروغ میگه. داری دروغ میگی. دروغ میگی. فکر میکنی اون سربازای جنگ زده اگه من نباشم باش چی کار میکنن؟ اون داره دروغ میگه. هرچی دلش بخواد میگه. نابودش کن. بزن. زود باش بزنش. من نمیتونم ریسک کنم. ولی من میتونم. وای. واو. دمت گرم. سلام. رئیس کوانتریل گفته میخواد خونه تو هر روز بمکه تا جایی که بتونه زنده نگهت داره، جوری که هر لحظه آرزوی مرگ کنی. حیف که جای تو نیستم. تو حالا فکر کردی چطور تونستی ما رو شکست بدی؟ نور روز. و تو از کجایی نمیدونستی؟ شما روح‌های خبیث شبین تا ابد نفرین شدین. شاید خورشید ضعیفمون کنه، ولی برای مردن بهای کمیه. باید وقتی که فرصت داشتم سر همتون رو میزدم. بکنم همینطوره، ولی نکردی. داری به چی میخندی؟ چون تا یه دقیقه دیگه وای میستم رو جنازه بی سرت. چه فکرایی میکنی پسر جون؟ چی باعث شده همچین فکری کنی؟ من بکشش! گلوشو بزن! گلوشو بزن! سر لعنتیشو جدا کن! سر لعنتیشو جدا کن! سر لعنتیشو جدا کن! اگه دوباره به من تیر میزدن چی؟ یا خنجر میزدن که مطمئن شن؟ اون وقت مرده بودی. برو پایین اون لونه زنبور رو هر تابوتی که میبینی آتیش بزن. تو چی کار میکنی؟ توپا رو منفجر میکنم، ولی اول یه قرار با مرگ دارم.
سلام مجدد باراباس. اومدی منو بکشی؟ اومدم بفرستمت جهنم. آره، میدونی جهنم کجاست؟ اون جایی که نتونی خواب و رویا ببینی، نمیتونی تصور کنی چه حسی داره. حتی سگم خواب میبینه، ولی من 400 سال خواب ندیدم. خیالاتی شدی؟ فکر کردی دلم برات میسوزه؟ نه، انتظار نرم کاری بکنی. فقط شاید یادت بیاد سالا پیش جونتو بهت بخشیدم. اون وقتا هنو مجرد بودی. نمیدونم چرا این کار کردم. منو بخشیدی؟ به خاطر اسمت، چون تو انجیل اومده. برای رضای خدا فکر کردم اگه یه کار خوب انجام بدم شاید مجبور نباشم تا ابد توی یه اقیانوس خون شنا کنم و کابوس بی پایانه رویا ندیدن. ولی میدونی اومدم ثواب کنم، اما کباب شدم. پس بیا این کابوس رو تموم کنیم. لعنتی. حالم خوب نیست. باراباس خدا، خدای من. ما باور داریم برای هر سم و بدی در دنیا یه گیاه پایدزر هست. بهش اعتقاد نداری؟ نه، باور ندارم. سب کن. باشه، به من حمله نکن باراباس. باشه، خوب میشی، تو خوب میشی. به من حمله نکن، باشه. خدای من، خدایا، فکر کردم دیگه تموم کردی. ممنونم. فکر کردی دارم جلوتو میگیرم؟ را بیافت.
آخه برای چی اینقدر طولش دادی؟ دنبال یه فندک بودم. تعجب کردی؟ من اومدم زمینم رو بگیرم و قاطرم رو. حتما ببینم تو توپا رو منفجرشون کردی؟ توپا؟ آره توپا رو منفجر کردیم. اشکالی نداره؟ آدم کشتن حسابی تشنم میکنه. راستی مطمئنم لازم نیست بهت بگم که بعد از سختی‌هایی که کشیدم اگه تو یا آدماتو روی زمینم یا حتی نزدیکش ببینم سرتونو میزنم. تموم شد؟ ولت کردن؟ کاری که گفتم و کردم. حالا کجا میخوای بری؟ میرم دنبال زنم و پسرم. میذارن زمینتو نگه داری؟ تو چی فکر میکنی؟ با من بیا. من نمیتونم. اینجا راهمون جدا میشه. شاید دوباره ببینمت. شاید یعنی نه. فکر میکنی که داشت راستشو میگفت که زنت هنوز زنده است؟ آره فکر میکردم مرده ولی اون الان زنده است. پسرم هم همینطور. از کجا مطمئنی؟ من همیشه مطمئنم. برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید.